اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه‌شنبه. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید امارت اسلامی افغانستان با مدیریت و استفاده درست از منابع طبیعی متعهد است و این کار را از اولویت‌های خود می‌داند. رئیس عمومی اداره ملی استاندارد و هیئت همراهش در ولایت فرار روند نظارت بر پمپ استیشن‌های ذخایر تیل را آغاز نمود. سرپرست ریاست عمومی جمعیت هلال احمر افغانی مولوی مطیع الحق خالص در کابل با رئیس فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های ملی دیدار نمود. سخنگوی امارت اسلامی مولوی ذبیح الله مجاهد میگوید در مربوطات ناحیه دوم شهر کابل در چهارراهی دهن باغ سمبول نقشه جهان و بازسازی چوک در حال افتتاح است. برای محصلین پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل که دوره کارآموزیشیشان را در اداره ملی احصایه و معلومات در ریاست تحقیقاتی و آموزشی به پایان رسانده بودند، طی یک پروگرام تصدیق نامه‌هایشان را دریافت نمودند. سفارت ژاپن در کابل خبر کمک بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان را می‌دهد. از سوی وزارت انرژی و آب در ولایت ننگرهار 2 پروژه به بهره برداری سپرده شد. وزارت مالیه میگوید در عواید ریاست خدمات مالیه دهندگان افزایش قابل ملاحظه به میان آمده است. از سوی کارکنان ورزیده برشنای بغلان به منظور جلوگیری از ضایعات برق تعدادی از لین‌های تورو تشخیص و قطع گردید. دی افغانستان بانک فردا چهارشنبه 16 میلیون دلار آمریکایی را به شکل داوطلبی لیلام می‌کند. در حوزه هشتم امنیتی کابل 5 تن سارقین دستگیر و 2 موتر ربوده شده از نزدشان به دست آمد. محکمه ابتدایی شرعی ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار برای 1 تن جزای تعزیری تطبیق نمود. از سوی شاروالی کابل در ناحیه هشتم بعضی از ساحات از بی‌نظمی شهری پاکسازی گردید.